بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این برنامه و در چند برنامه دنباله هم ان شاء الله به موضوع مهم خواهیم پرداخت که همانا بحث ولایت تکوینی می باشد. ولایت تکوینی یعنی اینکه چی کسی متصرف و اختیاردار و خالق و مدبر جهان هستی است، چی کسی مدبر امور انسانها و مدبر عالم در کائنات است، چی کسی این کائنات را رهبری می کند، چی کسی در اختیار اوست این همه کائنات. علت انتخاب این بحث هم و این موضوع هم همانا علتی است که در میان اهل بدعت متاسفانه این صفات و این ویژگی ها که خاصه الله هست، فقط و فقط الله هست که ولایت تکوینی دارد و فقط الله هست که اختیار عام و تام همه را دارد و متصرف در همه چیز هست، در کون هست، در آسمان و زمین هست، در تمام همه عالم می باشد. متاسفانه که عده‌ای آمدند و این صفات الهی را برای بندگان الله، برای مخلوقات الله هم ثابت نمودند. عده‌ای آمدند و گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تصرف دارند در جهان هستی. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همچنان مثل که الله تصرف دارد، همچنان که الله متصرف در کون هست، همچنان که الله سبحانه و تعالی متصرف در عالم هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این گونه هستند، یا گوشه ای از تصرف الله را پیامبر هم دارند. عده‌ای آمدند گفتند که ائمه علیهم السلام هم این گونه هستند. عده‌ای دیگر آمدند گفتند اولیای خدا غیر از ائمه که آنها هم اولیا هستند، غیر از اونها دیگر اولیا هم همچنان این تصرف را دارند. و یک عده دیگر هم برای هم عصران خود، برای شیوخ خود، برای کسانی که آنها در نزد آنها مرید هستند، برای اونها این ولایت تکوینی را متاسفانه ثابت نمودند و به دنبال این هستند که برای همه افراد و اشخاصی که آنها را میشناسند و به نزد آنها مقدسند، آنها ولایت تکوینی داشته باشند. ما در این برنامه بر اساس همین افکار غلط و پوچی که متاسفانه در میان یک عده افرادی که خودشان را به اسلام و به اهل سنت نسبت میدهند، ما میخواهیم اینها را بیان بکنیم که هیچ کسی جز الله تبارک و تعالی تصرف و تکوینی ندارد. و همچنان منهج ما و روش ما بر این است که اول آیات قرآن عظیم الشان را تلاوت بکنیم و در لابلای آن اگر روایاتی بود اشاره بشه. اول آیات قرآن عظیم الشان را میخوانیم تا برای کسی بهانه‌ای باقی نماند و ادعا نکند نعوذ بالله که این فلان حدیث این گونه هست یا این گونه هست، از پیش خود به دروغ به این واسطه نعوذ بالله گفتم. الله تبارک و تعالی در آیات قرآن عظیم الشان ولایت تکوینی را خاصه خود میداند، خودش را متصرف میداند، خودش را مالک میداند، خودش را در واقع اختیاردار آسمان ها و زمین میداند، اختیاردار همه مخلوقات میداند. اولین آیه الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیت 26 میفرماید: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. الله تبارک و تعالی می فرماید ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بگو که اللهم ای بار الها، ای خدای من، ای الله بزرگوار من، ای معبود بر حق و ای معبودی که تک و تنها هستی، مالک الملک، تو فرمان روا هستی یا الله، تو فرمان روای همه این مخلوقات هستی، تو پادشاه همه این مخلوقات هستی.
تؤتی الملک من تشاء، یا الله تو هر کی را که بخواهی برایش ملک میدهی. ملک دادن به دست توست، پادشاهی دادن به دست توست. همه آنچی که تو بخواهی، حکومت بخواهی به کسی بدهی، به نزد توست. و تنزع الملک ممن تشاء، و از هر کس بخواهی این حکومت و این پادشاهی را میگیری. و تعز من تشاء، یا الله هر کی را بخواهی تو عزت میدهی. و تذل من تشاء، و هر کی را بخواهی ذلیل و خوار میکنی. این از صفات پروردگار ماست. این از صفات ذات اقدس الهی است که خودش مالک است، خودش پادشاه است و به هر کس هم که بخواهد پادشاهی میدهد، به هر کس که بخواهد پادشاهی را میگیرد، به هر کسی بخواهد عزت میدهد و از هر کسی هم بخواهد عزت را میگیرد. این خاصه ذات اقدس الهی است. این خاصه ذاتی است که همه مخلوقات را آفریده و بر او زیبنده است. اما به دیگران چنین زیبندگی ندارد. آنها چنین اختیار ندارند، چنین قدرت ندارند، چنین توانایی ندارند. الله است که همه این مخلوقات و همه این عالم را آفریده و خودش هم میتواند که در آنها تصرف داشته باشد. این آیه را توجه کنید. الله تبارک و تعالی میگه که ای پیامبر بگو که اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. کل خیر و نیکی ها همه در دست توست. همه اختیارات الله در دست توست. هیچ کسی دیگر تصرفی در کون و در این عالم هستی ندارد، بلکه الله هست که متصرف همه این هاست. الله متعال در ادامه میفرماید انک علی کل شیء شهید، انک علی کل شیء قدیر. یا الله تو بر هر چیز توانا هستی، تو بر هر چیز قدرتمندی، تو بر هر چیز تصرف داری و بر هر چیز میتوانی که توانایی داشته باشی و توانمندی داشته باشی، اما غیر تو چنین نیستند و نمیتوانند باشند. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه لقمان آیت 10 و آیت 11 سوره مبارکه لقمان الله سبحانه و تعالی میفرماید خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القى في الارض رواسي ان تمید بكم و بث فيها من كل دابة و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. الله تبارک و تعالی میفرماید که در تعریف و تمجید خود الله هست، در این که الله تبارک و تعالی قدرتمند است، در این که الله مالک است، در این که الله اختیاردار است، در این که ولایت تکوینی خاص الله سبحانه و تعالی است، نه دیگران. هیچ کسی دیگر در این ولایت پروردگار، در این اختیارداری پروردگار، در این اینکه الله صاحب است، هیچ کسی دیگر دخل و تصرف ندارد. الله متعال میفرماید که خلق السماوات بغیر عمد ترونها. الله تبارک و تعالی آسمان ها را آفریده بدون ستون هایی که شما آن را ببینید. خب این بحثی هست که ارتباط به موضوع برنامه ما ندارد، اما قسمت این که خداوند متعال چگونه آسمان را بدون ستون آفریده. به هر حال بعداً الله متعال میفرماید و القى فی الارض رواسی ان تمید بکم. الله متعال کوه را در زمین انداخته برای اینکه زمین شما را نلرزاند، شما را زمین تکان ندهد. چون اگر این کوه ها نمی بود، چون این کوه ها میخه های زمین است، زمین را از حرکات بسیار، از حرکات غیر موزون، از حرکاتی که در واقع باعث بر این میشد که انسان ها نتونند در او زندگی بکنند، مخلوقات نتونند در او زندگی بکنند، اگر این کوه ها نمی بود این گونه بود، کسی نمیتوانست در آن زندگی بکند. این کوه ها را الله تبارک و تعالی به شکل میخه های زمین آفریده و زمین را از حرکات غیر طبیعیش الله تبارک و تعالی نگه داشته که بتونه انسان ها و بتوانند مخلوقات در آن زندگی بکنند. و بث فیها من کل دابه. الله تبارک و تعالی در روی زمین تمام نوع مخلوقات را انتشار داده و منتشر نموده است. و انزلنا من السماء ماء. الله تبارک و تعالی از آسمان آب را فرو میفرستد. الله تبارک و تعالی آب را فرو میفرستد و فرو فرستاده. فانبتنا فیها من کل زوج کریم. الله تبارک و تعالی از روی زمین چیزهای خوب و چیزهای زیبا را پروردگار متعال، چیزهای دوگانه‌ای و زیبا را پروردگار متعال میرویاند. هذا خلق الله. این خلقت الله هست. این در واقع آفرینش پروردگار هست. فارونی ماذا خلق الذین من دونه. پس بیاید به من نشان بدهید
نشان بدهید ای مشرکین، ای کافرین، ای افرادی که شما ادعا میکنید که دیگران هم ولایت تکوینی دارند. فارونی، پس برای من نشان بدهید، ماذا خلق الذین من دونه، غیر از این مخلوقی که الله آفریده آنها چی آفریدند؟ آنها چی آفریدند؟ آفرینش آنها چی بوده؟ زمین را آفریدند، آسمان را آفریدند، از آسمان آب فرستادند، سبزیجات را رویانیدند؟ نه خیر. پس وقتی که این گونه نیست، پس چرا اینها را عبادت میکنید؟ چرا اینها را ولی میدانید؟ چرا اینها را شما اختیاردار میدانید در آنچه که حقشان نیست، در آنچه که نباید باشند؟ بنان الله تبارک و تعالی میگه که بل الظالمون فی ضلال مبین، این مشرکین در گمراهی آشکار به سر میبرند و الا همین برایشان کافی است، همین برایشان کافی است، به بطلان آنها کافی است که معبودانشان هیچ چیزی را نیافریدند، معبودانشان هیچ چیزی را خلق نکردند، معبودانشان ذره هم چیزی را نساختند. ولی الله متعال متصرف همه این هاست، الله خالق همه این هاست، الله آفریننده همه این هاست، اما با آن هم مشرکین میآیند میگویند که این تصرف و این خلقت تنها از الله نیست، دیگران هم خلق کردند. نعوذ بالله. ولی الله تبارک و تعالی اینها را خاصه خودش میداند. فارونی، برای من نشان بدهید، اگر شما واقعا راست میگویید، واقعا به من نشان بدین، شما نشان بدید. ماذا خلق الذین من دونه، چی خلق کردن غیر از الله سبحانه و تعالی؟ چی کسی توانسته که چیزی را خلق بکنه و بیافرینه و آفرینش داشته باشه؟ بل الظالمون فی ضلال مبین. مشکل در اینجاست که ظالمین در گمراهی آشکار به سر میبرند، نمیدانند یا نمیخواهند که بفهمند. الله تبارک و تعالی به صورت صریح این موضوع را مطرح میکند. در آیه دیگری الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه فاطر الله تبارک و تعالی میفرماید والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا. الله تبارک و تعالی شما را از خاک آفریده، پدر شما آدم علیه السلام را الله از خاک آفریده، بعد از آن شما را از نطفه الله تبارک و تعالی به وجود آورده، بعد شما را ازواج گردانیده. یعنی چی؟ یعنی نر و ماده الله تبارک و تعالی شما را آفریده، یکی زن شد یکی مرد شد. این خلقت در دست کیست؟ الله سبحانه و تعالی. هیچ کسی دیگر نمیتواند چون این خلقت داشته باشد. ببینید که الله تبارک و تعالی خلقت خود را، در واقع قدرت خود را در وجود انسانها و در آفرینش انسانها و در خلقت انسانها به نمایش گذاشته. الله تبارک و تعالی چی زیبا و چی موزون و چی واقعا خیلی خوب انسان را آفریده. انسان را به گونه آفریده الله تبارک و تعالی که هر انسان عاقلی، هر انسان هوشیاری در وجود خودش نگاه بکند از دیگران بیزار می شود، چون دیگران نمی توانند چون این کار انجام بدهند. این الله هست که انسان را با این زیبایی و با این خوبی آفریده. در این سوره مبارکه فاطر از آیت 11 تا 13 مطالب بیان میشه که ان شاء الله بعد از میان برنامه اگر پروردگار خواست آیت 13 را هم همچنان به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت خواهم کرد و توضیح خواهم داد برای اینکه این ولایت تکوینی تنها خاصه الله سبحانه و تعالی می باشد. میان برنامه را می بینیم و بعدا در خدمت شما خواهیم بود. مثال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود.
وصال حق، منبر توحید و حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستم از ادامه برنامه رهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، قبل از میان برنامه آیات را تلاوت کردم مبنی بر اینکه ولایت تکوینی خواسته الله است و وعده دادم قبل از میان برنامه که آیت 13 سوره مبارکه فاطر را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت خواهم کرد. الله تبارک و تعالی در آیت 13 سوره مبارکه فاطر می‌فرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. الله هست که شب را در روز داخل می کند، روز را در شب داخل می کند. شب می آید، روز می رود، روز می آید، شب می رود. یا روزها کوتاه‌تر می شود، شبها طولانی می شود، شبها طولانی می شود، شبها که طولانی شد روزها کوتاه‌تر می شود و برخلاف این. یا روزها وقتی طولانی می شود شبها کوتاه می شوند. و الله تبارک و تعالی این شب را در روز، روز را در شب داخل می کند. کسی دیگر می تواند؟ والله که نمی تواند. الله تبارک و تعالی اگر در جای دیگر الله می فرماید اگر الله متعال روز را برای همیشه روز کند کسی نمی تواند شب کند. اگر الله خواسته باشد تمام شب را همیشه شب باشد شب می ماند، کسی نمی تواند روز کند. این به دست و قدرت الله تبارک و تعالی است و این خواسته الله است. الله به آن قدرت دارد، کسی دیگر قدرتی ندارد، کسی دیگر توانایی این را ندارد. و بعد می‌فرماید و سخر الشمس والقمر، الله متعال آفتاب و مهتاب را مسخر کرده. الله تبارک و تعالی این آفتاب و مهتاب را مسخر نموده تا کل یجری لاجل مسمى، هر کدام اینها به روان باشند بر آنچه که بر مدت معین و بر حدودی که پروردگار سبحانه و تعالی با آن تعیین کرده. و این که پروردگار متعال وقتش را معین و محدد کرده. الله تبارک و تعالی اینها را مسخر کرده که هر کدام اینها در حرکت باشند در آنچه که پروردگار خودش با آن دستور داده و پروردگار خودش خواسته. ذالکم الله ربکم، این الله متعال است که پروردگار شماست. این اللهی که با این بزرگواری، این اللهی که خالق شماست، این اللهی که خالق آسمان ها و زمین است، این اللهی که همه چیز را آفریده و به وجود آورده و آفرینش را الله متعال نموده، این پروردگار شماست. له الملک، برای این الله پادشاهی است. الله همه پادشاهی و همه حکم روانی و همه حکم فرمایی به دست اوست. کسی دیگر در این عالم هستی حکم فرما نیست. حکم فرمایی که همه چیزها در تحت تصرف او باشند الله سبحانه و تعالی است. الله است که شهنشاه می باشد. له الملک، برای این اللهی که این صفات را دارد، برای این الله پادشاهی است. والذین تدعون من دونه، کسانی را که شما غیر از الله متعال و کمک و یاری می طلبید و از آنها کمک می خواهید، یا فلان یا فلان یا فلان یا فلان، ما را کمک کن، ما را یاری کن، یا فلانی مدد. نخیر. والذین تدعون من دونه، کسانی را که شما غیر از الله می خوانید، ما یملکون من قطمیر، اینها به اندازه پوست خرما هم، هسته خرما، به اندازه پوست هسته خرما هم اینها اختیار ندارند و مالکیت ندارند. چی برسه به این که اینها مالک آسمان ها و زمین و اختیاردار آسمان ها و زمین باشند؟ حتی امین را نمیتونند بیافرینند و یا اختیار و تصرف و دخل و تصرف در آن داشته باشند. ما یملکون من قطمیر، الله سبحانه و تعالی به صورت صریح صحبت میکند. عقیده ما را به صورت صریح برای ما پروردگار متعال بیان میکند. اینها به اندازه پوست هسته خرما هم قدرت ندارند، توانایی ندارند، مالکیت ندارند، اختیار هیچ چیزی را ندارند، حتی همان پوست هسته خرما. بس وقتی که این چنین است، وقتی که این چنین است، اینها به کجا می توانند ولایت تکوینی داشته باشند؟
اینها به کجا می توانند اختیار داشته باشند در عالم هستی؟ اینها به کجا می توانند که کائنات را تصرف کنند و در تصرف اینها وجود داشته باشد؟ الله سبحانه و تعالی را سپاس میگوییم که قرآن را برای ما نازل کرد تا عقیده صاف و پاک را از آن بگیریم و به الله پناه میبریم از این عقیده شرکی و کفری. الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه کهف آیت 26 میفرماید: قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. الله متعال میفرماید الله با آنچه که اصحاب کهف یاران غار در داخل غار باقی مانده اند الله آگاه تر به آن مدت. چه مدتی باقی مانده اند الله متعال خودش بهتر میداند. له غیب السماوات والارض، برای الله سبحانه و تعالی است علم غیبی که در آسمان ها و زمین است. الله متعال غیب را میداند که در اختیار اوست و الله تبارک و تعالی در همه چیز احاطه دارد، همه چیز را میداند. غیبیات را الله میداند. غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگر غیبیات را نمیداند. بعد الله متعال میفرماید ابصر به و اسمع. الله سبحانه و تعالی چقدر بینا و چقدر شنواست. ما لهم من دونه من ولی، برای ایشان غیر از الله سبحانه و تعالی کارسازی یا فرماندهی فرمانروای دیگری نیست. غیر از الله سبحانه و تعالی فرماندهی دیگری وجود ندارد. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. الله سبحانه و تعالی هیچ احدی را در حکم خود و در ملک خود، در پادشاهی خود، در تصرف خود با خود شریک نساخته و شریک نمیکنه. از این واضح تر چی الله متعال بگویه؟ باز میگوین ائمه اختیار دارن، الله متعال به اینها قدرت تصرف داده. باز میگوین که امام عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه تون داره، نعوذ بالله. باز هم میگوین اقطاب و اوتاد و اینها در روی زمین تصرف دارند. چگونه تصرف دارند؟ الله متعال میگه ولا یشرک فی حکمه احدا. هیچ احدی را در پادشاهی و در قدرت و در تصرف خود الله متعال با خود شریک نکرده. الله سبحانه و تعالی واضح برای ما صحبت می کند، آشکار کاملا واضح که هیچ نوع پوشیدگی در آن وجود ندارد. ولا یشرک فی حکمه احدا. الله تبارک و تعالی هیچ احدی را در فرمان روایی خود با خود شریک نساخته و نمی سازه. به هر حال اینها بعضی از آیاتی بود بینندگان عزیز و گرامی که به خدمت شما بیان کردم که نشانگر این بود که الله سبحانه و تعالی فقط و فقط اوست که قدرت و توانایی در دست اوست و فرماندهی و فرمانروایی در دست اوست و هیچ احدی در ملک پروردگار تصرف ندارد و نمیتواند داشته باشد. ان شاء الله اگر پروردگار توفیق داد در برنامه بعدی به موضوع اشاره خواهیم کرد که مشرکین مکه هم به همین نوع اعتراف داشتند. یعنی مشرکین مکه هم نمی گفتند که غیر از الله متعال متصرف در جهان هستی است، غیر از الله سبحانه و تعالی مالک و رازق کسی دیگر است یا خالق کسی دیگر است، که ان شاء الله با آیاتی در این مورد اشاره خواهیم کرد که مشرکین قریش هم به این نوع اعتراف می‌کردند و اعتراف داشتند. تا برنامه بعدی همه شما رو به الله پاک بی همتا می‌سپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.